سلام. وزارت داخله و پلیس کابل دستور داده است تا در برابر مجرمین باغی از اسلحه کار گیرند. این دستور از سوی مسعود اندروی سرپرست وزیر داخله در حال صادر می شود که موارد ناامنی در پایتخت در این اواخر افزایش یافته است. گروه طالبان به خاطر صحتیابی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار نیت نیک کردند و خواستند که وی در انتخابات پیروز شود، اما تیم انتخاباتی ترامپ گفته به حمایت طالبان ضرورت ندارند. هزاران زن از 33 ولایت کشور از جمهوریت حمایت کردند. زنان یاد شده از جهانیان خواستند تا از حقوق زنان و جمهوریت حمایت کنند. حاصلات انگور در افغانستان در سال جاری به 980,000 تن رسیده است. وزارت زراعت میگوید افغانستان سالانه از درک صادرات انگور 188 میلیون دلار عاید دارد و ماشین جدید تولید اکسیژن در شفاخانه سردار محمد داود خان به بهره برداری سپرده شد. مسئولین گفتند این ماشین در 24 ساعت ظرفیت تولید 20 بالون اکسیژن را دارد.